نشریه مستقل پایک به جای ماند. ژورنالیستان بر اینند که بعد نشر یک مواد انتقادی از آنها خواستند اتاق کاریشان را در این بنا که دولتی است خالی کنند. این برای ما مشکل ایجاد میکند چون که یافتن جا برای فعالیت خصوصا الحال در مرکز شهر کلوب خیلی مشکل شده است. پایک یگانه هفته‌نامه مستقل محلی است و در کولاب همتا ندارد. این نشریه با موادهای انتقادی و تحلیلیش معلوم است. در مقاله‌ای که گویا سبب راندن آنها شده است، از استفاده نادرست مبلغ‌های بودجه در اداره جوانان منطقه کولاب صحبت شده است. گاه‌ها مسئولین سطح بلند تنقید را با درد قبول میکنند و من همین چنین چیناونی که نوبتی رئیس کمیته جوانان تاجیکستان است. مقامات میگویند بیرون کردن پایک از بینای بخش جوانان به نشر مقاله انتقادی ربط ندارد. باید بینا بازسازی شود و برای همین اتاقهایش را خالی میکنند. سال 2014 هفته‌نامه پایک را دادستانی بسته بود و بعد 2 ماه باز نشر شد. این هفته‌نامه سال 2014 تأسیس یافته است و مردم آن را جای عرض و داد خود می حسابند.